ولی استاد جان تراویح ما چقدر دم هر روزا راه دهیم بخونیم نخونیم چقدر کنیم تراویح؟ تراویح سنت است برادر. از حال درباره فضیلت تراویح علاوه سخن میکنیم، صحبت‌های پیشینه ما هم هست. اگر امکان باشد خوانید، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که ماه رمضان از روی ایمان و از روی امید ثواب اگر شبهاش به نماز گذراند، نماز تراویح یا قیام خواند، غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناهاش بخشیده میشه. بنابراین هم یا مسجدهای نزدیکترینتون رشاد بگیرید، همونجا مسجد به وقت افطار بفرید، هم مسجدند افطار کنید، هم تا وقت تراویح یک طهارت های نو کرده دوباره نماز تراویح هم میخوانید و با سفر دوام میدید. همین خیال کنید با خوب میشه. حرکت کنید به هر حال، اگرچه واجب نیست این، حتی با آدم مقیم هم، آدمی که در خانهش نشسته است تراویح برای وی واجب نیست، تراویح سنت است. یعنی خوانید ثواب میگیرید، نخوانید گناهکار نمیشید. لیکن فرصت است، موسم است، اینو باید غنیمت شمارید. این اجر عظیم است، این ثواب کم نیست که این به خاطر کمک اندک مالی دنیا. همون دم در دیگر جا نماز تراویح 1 ساعت است. یعنی خواه همون مسجدی 20 رکعته هم 1 ساعت وقت میگیرد، مسجدی 8 رکعته هم 1 ساعت وقت میگیرد. 1 ساعت هم 1 ساعت آدمو در اینترنت میگذارونن بیهودگی کدی. میدونی چقدر اجر میگیری، چقدر دنیا آخرتون آباد میشه. در سجده ها دعا میکنه، در پیشگاه الله تعالی با سری تعظیم میایستید. کوشش کنید، غنیمت دانه. 1 ساعت دیگه پی نداره، با کارا دوام میگیرید، بعد ذکر کرده روان باقی موندهش در سری رول هم میشه.